2 1 بفرمایید. ایلوی چند درتی چوم دنبال کوهانو گرگان بدرستید مگر گوسندانو بیشیم توره بریم از خانهای ایلوی دخانیم همه خانه جغلان های ایلوی بیشیم آتش بزنیم گرگان لانای ایلوی آی میاروی لیلوی میدیل دارو. موسیقی ما تو همین شوره، همش تو همین فضا، ما فضای دیگه نداریم. یعنی موسیقی اصیل و گیلکی ما همش همینه. مثلا سر کوه بولون من زنم نه، یا مثلا سیاه ابرانای باد بورانای ستاره دنه آسمان، همش همینه. اگه نگاه کنید به لحاظ پایه های آکوردی هیچ چیز خاصی نداره، چون معلومه آغاز انجامش معلومه. یا خیلی از ترانه‌های گیلکی دیگه این البته دلیلش خوبه، چون موسیقی‌های محلی در همه جای جهان یک خاصگاه بیشتر ندارن. جدای از زبان که امکان داره زبان فارسی باشه، انگلیسی باشه، آلمانی باشه، اگه میخواید یک موسیقی فولکلور و محلی رو بشناسید، اولین چیزش سادگیشه و این که زیاد طولانی نیست، چون این اشعار، این ملودی ها رو آدم های نابغه نساختن، اون نابغه در محل خودشون ساختن و اینا چون نگاشته نشده، اینا سینه به سینه تعلق گرفته. مثلا شما به این ملودی معروف ایتالیایی توجه کنید که خیلی معروفه. بلا چاو اسمشه. خب این امروزه هزاران بار اجرا شده، خیلی معروفه، ولی اصلش شاید حدود 100-120 سال پیش این ایتالیایی‌ها میخوندن. یعنی مال اون دورانی که ارباب رعیتی و اینجور در فشار بودن، این زنا روستایی میخوندن در واقع. بعد دوباره هی تکرار میشه شعرش، اولا دوباره همینه. حالا من متن ایتالیاییش ندارم، حالا فکر کنم این یکی رو گوش بده. باز فولکلوره. سر کوه بولون من زنم نه، میچومن برای تابهای کره، همه گیبر مرا رسوا بکوده، همه گیدیتم شیدای هره. آی لیلی جان لیلی می جان جانان لیلی، لیلی تر من خوش دارم از دیل و از جان لیلی. خب بعد دوباره باز همینه میگه تو بلای تلار، یا دوباره اگه میاریستی تکرار میشه. چرا شباهت داشت اون؟ نه اونم 4-5 بار تکرار میشه. یا نمونه میتونیم زیاد داشته باشیم، مثلا این یکی رو گوش بدید، مال باز فولکلور ایرانه. میگه یه گل سایه کمر سایه کمر تازه شکفته تازه شکفته، نه دستم بهش میرسه بهش میرسه، نه خوش میفته نه خوش میفته، مستم 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 تیغت بریده شستم. دوباره باز تکرار میشه. ببریم قبل کوتی، شباهت نداره با اون یکی؟ اگه دقت کنید شبیه همن. یا مثلا عزیز جون دست من بر دامنته،
عزیز جان دست من برگردنته، چرا خونه مرا کردی تو شیشه، به درگاه خدا نالم همیشه. مثلا در این در همه جای جان موسیقی فولکلور، موسیقی بومی سادگی داره، اکثرا در مورد عشقه، عشقایی که رسیدنی نیست. در خیلی از مواقع هم در واقع از جغرافیا نشأت میگیره. مثلا وقتی که ماهیگیرن یا کنار دریا هستن، دریا توش مثلا چیز داره. مثلا این ترانه آشوب رو گوش بدید. دریا طوفان، دریا باد و باران، دریا گیل مرد خنه، آی نازنین یار لیلی. باز عاشقانه است ولی حالا دریاست. اگه کوپایه هست یا اون قطعه اولی که برای شما خوندم که در واقع در چوپانی هست، خب مال دیلمانه. یا همین سیاه ابران، اینم در واقع مال طرفای دیلمانه که البته شاعر این آقای کریمی هست و اون هیلوی هم شاعرش مرحوم محمد ولی مظفری هست. در حال یادی از این شاعرها هم داشته باشیم. و جغرافیا هم تاثیر داره موسیقی فولکلور.